اگر یک تمرین رو 3 ست بخواید انجام بدید و تعداد تکرارهای شما 12 در 8 باشه، در صورتی که مطمئن هستید وزنه انتخابیتون یک وزنه خیلی سنگینی نیست و وزنه مناسبی هست، اما تعداد ست ها رو به صورت کامل نمیتونید انجام بدید، احتمال داره مقدار استراحت شما بین هر ست کم باشه. مثلا قراره 12 در 8 تعداد ست ها رو انجام بدید، اما مثلا ست دوم رو به جای اینکه بتونید 10 تکرار انجام بدید فقط 7 تکرار میتونید انجام بدید، یا ست سوم رو که باید 8 تکرار انجام بدید فقط توانایی این رو دارید که 5 تکرار میتونید انجام بدید. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اما یکی از این دلایل میتونه کم بودن مقدار استراحت بین هر ست باشه. به طور کلی و عمومی در تمریناتی که تک مفصله هستن بین 1 تا 2 دقیقه استراحت میتونه ایدئال باشه، اما زمانی که حرکات ترکیبی هست، وزنه مقدار سنگین هست یا تمرین چند مفصله هست، این مقدار استراحت میتونه حدود 2 تا 3 دقیقه انجام بشه. البته تفاوت‌های فردی ورزشکار مهم هست و مقدار استراحت در برنامه تمرینی که داره طراحی میشه بهتره بهش دقت بشه.